به نام خدا ممنون از تمام عزیزانی که کمک کردن بتونیم خانواده‌ای که گاز نداشتن به صورت هیزم و بخار چوبی خودشون رو گرم می‌کردن بتونیم گاز کشیش رو انجام بدیم و بخاری براتون تهیه کنیم. ممنونم از تمام عزیزانی که توی راه به مرکز نیکوکاری صدای محرومی کمک کردن تشکر میکنم و انشاءالله خدا خیرتون بده که در این کار به ما کمک کردید. عزیزانم که انشاءالله میتونید گازشون رو با کمک شما تونستید روشن کنید و گرما رو به خانواده برسونید. تشکر میکنم از تک تک تمام عزیزان و ممنون از عزیزان.